سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سالاد کرایسکی با بادرنگ تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 4 دانه بادرنگ، کمتر اکراپ، بلگر نیمته، 1 دانه سبزی، 2 دانه چسناک، приправа، соус سیاه، جاش به اکسوس هم میشد، نمک لازم است. ما در اول نه بادرنگ میده میکنیم. سه قسم جدا میکنیم. درازک شب همیشه ریزه میکنیم. خواهید میده تر ریزه کنید، خواهید کلانتر. من بادرنگ ریزه کردم. اکو اکرابا نه قدر میده ریزه میکنیم. خواهید میده تر ریزه کنید، لیکن من کلانتر ریزه میکنم. اکرابا همراه کنیم. اکو سبزیه با تیارکه بالای من بادرنگو اکرابامو میگذرانیم. سبزی هم گذراندم. اکنون من چسناکه میگذرانیم. 2 دانه گرفتم. من میخواید بسیارتر، کمتر، چقدر که خواهید همراه کنید. نه بلگرم میده ریزه میکنیم. خواهشمنده باشد قلمپوری توندم همراه کنم میشه. 4 قاشق روغنی رستنیه گرم میکنیم. سکروات کنده ما روغنمو گرم شد. می روغنی گرم به приправه همراه میکنیم. приправه همین بلگری ریزه کردیم همراه کرده میکاویم از دو مرتبه. همین سبب سالاد ما به نهایت من ساختمی با لذت تیار میشه. 3 دقیقه نگاه داشتم. همه تیار شد. ولی سالاد ما با همراه میکنیم. من 2 قاشق سس سیاه همراه میکنیم. جاش با اکسوس کنیده میشه. نمک میشه. قش رو آمیخته میکنیم. سلتی ما چخیل عجایبات تیار شد. به نهایت بوی خوش میکنه. من میتونید 1 ساعت کد دم کرده نگاه دارید. من چخیل عجایبات تیار شد. من چگونه میبینید سلتی ما به نهایت با لذت تیار شد. شما هم حتما برای افطاری نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.